سلام رفقا، توی این ویدیو قصد دارم 3 ابزار هوش مصنوعی بهتون معرفی کنم که این 3 ابزار توی زمینه تولید عکس، تولید فیلم و کار میوزیک و تولید میوزیک بسیار عالی عمل میکنه. بریم ببینیم این 3 ابزار چیه. ابزار اول ابزار keria.ai که به صورت یک سایت میتونید واردش بشین، نیاز به فیلتر شکن نداره. صفحه اول سایت همچین محیطیه و 4 بخش کلی داره. البته چند تا بخش دیگه هم داره، ولی این 4 بخش رو به رایگان به سادگی میتونید ازش استفاده کنید. بخش اولش ابزار فلاکسه که اگه روش کلیک کنید و وارد محیطش بشید، یک محیطیه که خیلی راحت میتونید با نوشتن پرامپت یا جملتون تصویر تولید کنید. خیلی ایزیه، هرچی میخواید اینجا مینویسید. حالا یه دکمه رندوم داره، من این رو میزنم، یه جمله رندوم مینویسه و روی جنریت میزنم. از اون طرف هم میتونم بهش یک سری استایل اضافه کنم که کافیه روی این اد استایل کلیک کنین. استایل خیلی متفاوتی داره. مثلا روی این استایل میزنم، اگه روش کلیک کنم میتونم درصد این استایل رو زیاد یا کم بکنم و حالا اگه زیادترش کنم و دوباره جنریت رو بزنم 4 عکس دیگه درست میکنه که متاسفانه الان به من میگه که شما نمیتونید 2 کار رو همزمان جنریت کنید و میگه که اگه میخوان باید پول بدید. ما پول نمیدیم. این گوشه کلیک میکنیم، صبر میکنیم کارش رو تموم کنه و بعد دوباره روی جنریت کلیک میکنم. پس اگه نسخه پولیش رو تهیه کنید میتونید چند تا کار رو همزمان با هم جنریت کنید. اگه پول ندید بیشتر از یک کار نمیتونید، که حتی اون رو هم 4 تصویر رو براتون جنریت میگیره. این بخش فلاکسشه که حالا من بهش زمان میدم جنریت کنه. البته فکر کنم نیاز به اینها شروع کرد جنریت کردن. جمله‌ای که اینجا نوشته بود رو 4 عکس به ما داد. خیلی ایزی کار میکنه که خب این مدل فلاکس یک مدلیه که یه جورایی رقیب بسیار جدی برای میدجرنیه که من قبلا آموزش‌های میدجرنی رو توی کانال گذاشتم. میتونید از این استایل ها هم استفاده کنید. من این بار استایل رو گذاشتم روی 1 که بالاترین عددشه و جنریت رو میزنم. چند تا استایل رو هم بهش میتونید بدین، تا 5 عدد استایل رو روی حالا اون خروجی که دارید میگیرید میتونید بهش بدید. این سایت چند تا محیط خیلی خفن دیگه هم داره. البته بهش زمان بدیم این 4 تصویر رو هم خروجی بگیره تا من اون محیطای خفن دیگه‌ش هم بهتون نشون بدم. خب همونطور که میبینید 4 تصویر مثل 4 تصویر بالا که حالا یک تصویر از یک محیط شبیه کلیسا هست رو به من داد، ولی با کمک این استایل، یعنی با این استایل ترکیب شده. تصاویر بسیار با کیفیتن، باهاش خیلی کارهای جالبی میتونید انجام بدید. بخش دومی که توی این سایت میخوام بهتون معرفی کنم بخش ریل تایمش هست که توی صفحه هوم که بیاین روی ریل تایم که کلیک کنین یه قسمت داره اسم کامپوز ایمیج. روش کلیک میکنم، وارد یک همچین محیطی میشه دفعه اول که 4 محیط این پایین داره. روی تکست که کلیک کنید اینجا هر جمله‌ای که بنویسید به صورت ریل تایم شروع میکنه براتون تصویر سازی کردن. مثلا مینویسم a dog reading a book in jungle و سریع میبینیم که یک سگ داره توی جنگل کتاب میخونه. حالا من جنگل رو پاک میکنم و مثلا مینویسم مترو، یا مثلا داگ رو پاک میکنم مینویسم کت و سریع تبدیل میشه به کت. سرعتش بسیار بالاست، خیلی ابزار قدرتمندیه و در روز خیلی گزینه‌های رایگان زیادی بهتون میده. یه نکته‌ای که هست، من آموزش‌های این هوش مصنوعی و هوش مصنوعی دیگه‌ای که الان بهتون معرفی میکنم رو داخل یک کانالی توی تلگرام قرار میدم. یعنی هر هفته من 2 فیلم اونجا میذارم، ولی خب اون کانال نیاز به خرید حق عضویت داره، چون که خیلی کاملتر و جامعتر من دارم یک محتوایی رو اونجا آموزش میدم و حجم ویدیوها هم خیلی طولانی تره و اینجا فقط قصد دارم که این هوش مصنوعی ها رو بهتون معرفی کنم. این ابزار هم استایل های متفاوت داره که از این کنار میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید و یه بحث کوالیتی هم داره که حالا هرچی کوالیتی بیشتر باشه میزان زمانی که طول میکشه تا اون تصویر خروجی رو به شما بده بیشتره. بخش سومی که توی این سایت وجود داره بخش اینهنسه. مثلا من این تصویر رو خوشم اومده،
کافیه این پایین روی کویک اینهانس کلیک کنم و سعی میکنه به صورت خیلی سریع این تصویر رو برای من بهبود بده. اینهانس یعنی بهبود بخشیدن. این تصویر رو یک مقداری بهبود میده، میبینید خیلی ریل تر شد، یعنی تفاوتش واقعا زیاده. و اگه آپسکیل اد اینهانس رو بزنم وارد یک محیط دیگه ای میشه که توی این محیط تخصصی تصویر ما رو آپسکیل میکنه و بیشتر بهبود میده و یه سری تنظیمات بیشتر هم داره که اگه حالا این بالا من روی اینهانس کلیک کنم وارد محیط اینهانس میشه. اینجا کافیه روی همون عکسی که تولید کرد بزنم، یه سری تنظیمات این کنار داره که 2xش رایگانه، یعنی تصویر من رو کیفیتش رو 2 برابر میکنه و کافیه من روی اینهانس کلیک کنم، یکم به زمان میدم و تصویر من رو کیفیتش رو 2 برابر میکنه. و این هم نتیجه کار. این قبلش که کویک اینهانس شده بود و این هم بعدش که واقعا پرفکته. کریا یک محیط دیگه هم داره مخصوص ویدئو. اگه روی جنریت ویدئو کلیک کنید وارد یک محیطی میشه که میتونید این قسمت عکس آپلود کنید، پایین عکس ها 2 تا تکست بهش میدید و 2 تا عکس رو به صورت مورف به هم شبیه میکنه و همونطوری که میبینید یک ویدیو براتون درست میکنه که این هم 4 تا استایل کلی داره. ویدیو رو میتونه آپسکیل کنه، عکس ها رو میتونید هر جا خواستید خودتون به صورت کی فریم کلیک کنید عکس آپلود کنید. مثلا من عکس این گربه ها رو میذارم و همین گربه رو میام مثلا مینویسم A cat reading book in metro و این عکس رو دیلیت میکنم و حالا روی جنریت ویدئو میزنم تا تاثیرش رو ببینید که حالا این ویدیو تبدیل به چی میشه. ابزار بسیار ابزار باحالیه، خیلی سریع کار میکنه، یک بار ویدیو رو برای ما رندر میگیره و دفعه دوم سعی میکنه ویدیو رو اینهانس کنه و کیفیتش رو بیشتر کنه که حالا یکم به زمان میدیم. همونطوری که میبینید بسیار ویدیویی با کیفیتیه. شما اینجا هر تصویری بخواین، یعنی تصویر خودتون هم باشه، میتونید آپلود کنید و اصلا موردی نداره. ولی یه موضوعی که هست، روزانه محدودیت 3 دقیقه کامپیوتینگ تایمینگ دارین، یعنی اون کاری که دارید انجام میدید از سرورهای سایت کریا 3 دقیقه میتونید استفاده کنید که خب 3 دقیقه هم توی بحث ریل تایم جنریتینگ و بحث ویدئوش واقعا نتیجه‌های زیاد و خوبی میتونید بگیرید، یعنی کارتون رو واسه یک روز خیلی خوب انجام میده. این از ابزار کریا و من فقط توی این ویدئو قصد معرفی این ابزارها رو دارم، به صورت تخصصی قرار نیست آموزششون بدم. سایت دومی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت sono.com هست. بسیار ابزار قدرتمندیه، متن بهش میدید براتون موزیک میسازه. اینجا موزیک هایی هست که مردم ساختن، روی هر کدوم پلی کنید میتونید نمونه هاش رو گوش بدید. لیریکش ها اینجا مینویسه، هم متن مینویسه، هم میسازه موزیک رو، هم میخونه. همونطوری که میبینید خیلی موزیک رو خوب ساخت و چیز خیلی جالبی که هست، در روز میتونید 10 تا موزیک رایگان باهاش بسازید، حتی از زبون فارسی هم پشتیبانی میکنه. فقط کافیه که ساین این بشین. دقت کنین توی سایت کریا هم شما باید ساین این بشین، یعنی اول باید با اکانتتون وارد سایت بشید تا بتونید از قابلیت‌های سایت به صورت کامل استفاده کنید. سایت sono.com رو هم من با اکانتم وارد میشم و کافیه این گوشه روی کریت کلیک کنید، وارد همچین محیطی میشه
که اینجا حالا من یک سری موزیک قبلا باهاش ساختم. اینجا کافیه که ایده کلی موزیک رو بنویسم. مثلا می نویسم 2 cups of coffee fall in love. همین 2 تا لیوان قهوه که عاشق هم میشن. و از این بالا میتونم ورژنش رو انتخاب کنم. میتونم بهش بگم موزیک بی کلام باشه یا با کلام باشه. بهش میگم با کلام باشه و روی کریت میزنم. زمانی که روی کریت زدم 2 تا موزیک شروع میکنه ساختن. 2 cups of coffee متنش رو اینجا نوشته. میبینید یه شعر همین الان گفت که 2 تا لیوان قهوه روی یک میزن، بخار ازشون داره بلند میشه، خیلی نرم و گرم توی کافه شلوغ. قلب ها شروع میکنه به درخشیدن و لاوز داره جرقه میزنه توی هوا و بیا این جریان رو احساس کنیم. خیلی شعر قشنگه. پلی کنیم ببینیم چی نوشته. تا 2 cups of coffee on the table now. تا 4 دقیقه موزیک میسازه. Steam rising slowly like a soft warm valve. شما بهش میتونید سبک و ملودی هم بگید. که آموزش کاملش رو باز هم میگم داخل کانال گذاشتم. و حالا این پایین مثلا این بار بهش میگم جاز باشه موزیک و دوباره روی کریت میزنم. همونطوری که میبینید کاور آرت هم درست میکنه. موزیکا رو شیر هم میتونید بکنید، حتی موزیکا رو به هم وصل هم میتونید بکنید. مثلا این کال می کریزی و ملودیش رو من خودم بهش دادم، با دهن خوندم بهش دادم و یه موزیک خیلی باحال ساخته به اسم کال می کریزی که حتی شعرش رو هم خودم بهش دادم. خب حالا این 2 cups of coffee رو توی سبک جاز ببینیم چی میشه. موزیک جازه. One's a little bitter, one's sweet as self. They met by chance in the morning light. موزیک دوم. یه موزیک هم قبلا باهاش ساختم تا حالا داره این موزیک پلی میشه. من اون موزیک رو هم بیارم. Two cups of coffee sat on the shelf. One's a little bitter, one's sweet as self. They met by chance in the morning light. Oh, what a beautiful brewing sight. He took his cream, she took her sugar. In the cozy kitchen, hearts grew bigger. Stirred the dreams with a little spoon. Dancing round the caffeinated tube. خب اینم مثلا یه موزیک فارسی که باهاش درست کردم. ببایی چقدر قشنگی، ببایی چقدر قشنگی، با که چقدر زرنگی، این ور اون بر میری، از دست من در میری، ببایی تو بازی گوشی. یه ورژن دیگه ببایی چقدر قشنگی، با این که چقدر زرنگی، توی سبک این ور آفرو اون بر هاوس. میری. سبک الکترونیک. بابایی تو بازی گوشی داره، مثل منی باهوشی داره. موها چقدر همه، پشم تنت چه نرمه. ابزار بسیار ابزار باحالیه و میتونید کلی باهاش سرگرم بشین. حتی میتونید واسه دوست داشتن باهاش موزیک بسازید. خیلی ابزار باحالیه. ابزار سوم که میخوام بهتون معرفی کنم و آخرین ابزار گلیفه. این ابزار میتونه تبدیل بشه به یک ابزار بسیار حرفه‌ای براتون. چه جوری کار میکنه؟ زمانی که وارد سایت glyph.app میشید یه همچین محیطی داره. گلیف روز رو بهتون نشون میده که حالا گلیف چیه. گلیف ها یک سری AI های کوچیک هستن که میتونن تخصصی یه کاری رو براتون انجام بدن. که اگه بیام پایین گلیف های محبوب روزهای اخیر رو میتونید اینجا
ببینید که مثلا یکیش هست achievement patch. چی کار میکنه؟ شما اینجا یک ایده ای رو بهش میدید و براتون پچ درست میکنه از این پچ هایی که به لباس میزنن. این هوش مصنوعی این کار رو میکنه. میام عقب‌تر، میام این طرف، مثلا نوشته تایم پورتال ویور، انگار توی ماشین زمان نشستیم، بهش یک واقعه رو میگیم، یک تاریخ میدیم، لوکیشن رو میدیم و برای ما یک تصویری درست میکنه که انگار توی زمان ما سفر کردیم و از داخل اون ماشین زمان داریم نگاه میکنیم. یا حالا یکی از گلیف هایی که من خودم درست کردم، اگه بیام توی یور گلیف تتوماتیک هست، بهش ایده میدیم، استایل تتو میدیم و برامون تتو طراحی میکنه که خب خیلی چیز باحالیه. من لینکش رو هم براتون میذارم. چرا میگم این ابزار یک ابزار قدرتمنده؟ جدای از این که این کار رو میکنه، شما میتونید خودتون هم باهاش گلیف بسازید. یعنی از بخش بیلد میتونید روی مثبت کلیک کنید، یک سری ورودی، یک سری AI ماجیک جنریتور، یک سری کامبینیشن انجام بدید و باهاش تصویر تولید کنید. من حالا یکی از گلیف هایی که درست کردم بهتون نشون میدم و حالا تستش میکنیم. یه گلیفی درست کردم به اسم فشن جنریتور. چی کار میکنه؟ تصویر فشن برای ما درست میکنه که حالا این 4 تا ورودی میگیره، ببخشید 5 تا ورودی میگیره. یکیش مثلا ورودی عکسه، من میام یک عکس براش آپلود میکنم. یکی بحث متریاله، مثلا بهش میگم بانانا، مثلا بهش میگم موز. یه متریال ایده دیگه هم داره، مثلا بهش میگم سیلک. یه جنسیت داره، مثلا بهش میگم فیمیل. و اینسپایر با یعنی اینکه از کدوم آرتیست الهام بگیره. مثلا میام پایین و روی بالنسیاگا کلیک میکنم و راندیس گلیف رو میزنم. این اطلاعات رو میگیره توی اون بلوک هایی که حالا توی بحث بیلد میتونید اینها رو کنار هم بچینید، کنار هم میچینه. و خب همونطوری که میبینید یه لباس طراحی کرد، الهام گرفته از بالنسیاگا و موز و سیلک یا همون ابریشم و جنسیت هم که خانومه. دقیقا همون چیزایی که بهش گفته بودم رو توی این لباس پیاده کرده. خیلی ابزار باحالیه. بیام پایین‌تر حالا چیزای دیگه‌ای هم که باهاش درست شده رو میتونید ببینید. یه گلیف باحال دیگه هم هست که چند روز پیش معرفی شده بود. من اگه بیام عقب توی سیمور، خب من اون گلیفی که میخواستم رو پیدا نکردم، ولی در مجموع توی این گلیف که بیاین انواع گلیف ها هست. بعضیاشون میم درست میکنن، بعضیاشون عکس درست میکنن، بعضیاشون کامیک درست میکنن، کاراکتر جنریت میکنن، یا حتی متن میتونن بنویسن، متن خروجی بگیرن، بک‌گراند حذف کنه، یوتیوب ویدیو رو سامرایز کنه یا خلاصه کنه براتون، تصاویر پیکسلی براتون درست کنه. و این ابزار میتونه خیلی ابزار حرفه‌ای و پیچیده تری بشه، چون به کمک ورک فلوهایی مثل کانفیو آی و A1111 هم کار میکنه که خب فکر کنم ندونین چیه، فعلا کاری بهش هم نداریم. من آموزش کامل این رو هم داخل کانالم گذاشتم که توش میگم چه جوری میتونید بلاک‌های حرفه‌ای درست کنید یا باهاش یک سری هوش مصنوعی‌های دیگه خروجی بگیرید. من یک AI دیگه هم که باش درست کردم رو بهتون نشون میدم، مثلا Beadwork Earring Designer که این گوشواره‌های منجوق دوزی شده درست میکنه. چه جوری کار میکنه؟ شما کافیه بهش عکس یک گوشواره‌ای رو که میخواید مثلا تو اون استایل باشه بدید، یک متنی هم بهش میدید و براتون شروع میکنه گوشواره درست کردن. که حالا نمونه هایی که درست کرده، مثلا من این گوشواره رو بهش دادم، بهش گفتم پرپل مینیمال آکتپوس یا همون هشبای بنفش. و اگه بیام پایین میبینیم مثلا اینجا گورخر درست کرده، اینا رو درست کرده، یا این هشباها رو درست کرده و خیلی ابزار جالبیه و باهاش خیلی کارهای باحالی میشه کرد. توی این ویدیو قصد داشتم 3 تا AI بهتون معرفی کنم که هر کدوم اینها به خودی خود بسیار ابزارهای قدرتمندی هستن
هیچ کدومشون فیلتر نیستن، نیاز به فیلتر شکن نداره، خیلی ساده از طریق اینترنت میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. و اینکه حالا من یک صحبتی کنم، بحث ما تموم شد راجع به این سه تا ابزار. راجع به کانال یوتیوب، من یه تایم خیلی زیادی سعی کردم روی یوتیوب کار کنم، ولی به خاطر یک سری شرایط کاری نتونستم این فرایند رو، این مسیر رو ادامه بدم. ولی از به بعد میخوام سعی کنم که توی یوتیوب ویدیوهای بیشتری بذارم، حالا به صورت منظم، و بیشتر هم ویدیو توی زمینه یا معرفی کتابه یا هوش مصنوعی یا کلاً چیزهایی که بهش علاقه دارم. کار اصلی من کار عکاسی هست و قطعاً تو این زمینه هم ویدیوهایی در آینده خواهم گذاشت. پس خوشحال میشم که منو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، نظر بدید، یا اگه محتوایی هست که دوست دارید راجبش بیشتر یاد بگیرید یا بهتون معرفیش کنم، میتونید با من در میون بذارید. کانال تلگرامم رو هم من براتون میذارم، اونجا هم میتونید به من مسیج بدید برای حالا گرفتن اطلاعات بیشتر راجع به اون کانال VIP که دارم، که خب اون خیلی وقت داره کار میکنه و همین الان کسی که واردش میشه داخلش یک سری آموزش‌های کامل هست که میتونید ازشون استفاده کنید. آموزش‌ها هم توی زمینه هوش مصنوعیه، از چت بات ها، تولید تصویر، تولید موزیک، تولید متن و کلا اینکه AI ها رو از کجا پیدا کنیم کامل اونجا آموزش دادم و باز هم دارم آموزش میذارم. امیدوارم این ویدیو براتون خسته کننده نباشه. من سعی میکنم سطح ویدیوها و کیفیتش رو به مرور ببرم بالاتر. از دلید خدافظ.